به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم. روبرو هستیم با یکی از بزرگترین انسان‌هایی که آدم ممکنه باهاش برخورد کنه. بخش روبرو از نشریه مدام. با آقای فرامرز پارسی صحبت میکنیم. آقای پارسی سلام عرض میکنم. سلام قربان. آقای پارسی، واقعا شما 1/42 دنیا اومدین؟ بله ظاهرا، چون اکثرا ازم سوال میکنن که شناسنامه‌ت این روز گرفتن یا نه، ولی مادرم گفت شب وفات امام جعفر صادق به دنیا اومدی و بعداً رفتم نگاه کردم ببینم سال 42 شب وفات امام جعفر صادق کی میشد، دیدم بله هم اول فروردین 42. ظاهرا درست میگفته مادرم. ولی مادرتون هم قبل چقدر نگران بود برای اینکه می‌بایست که برای ایام عید و خونه تکونی اینا سعی فراوان بکنه، هم روز اول شما دنیا به دیده باز دیدن همه چی به هم خورد. سال عیدمو خراب کرد. آره. آقای پارسی، به این اول فروردینی‌ها یک خصوصیات خاصی دارن. شما مطالعه کردین روی این ماجرا؟ نه. اول فروردینی‌ها به شدت آنی تصمیم میگیرن، به شدت دو تصمیمشون وامیستن و به شدت موفقن. من در شما همین دارم میبینم. یعنی شما یه شب فکر کنید که فردا صبح باید بیفتون برای قله دماوند، برای هم میفتون فردا صبح. همینطوره. حالا من خیلی به این طالبینیا یا اعتقاد ندارم یا توجه نداشتم، ولی مطالبی شما گفتین کم و بیش من تصمیم میگیرم و معمولا انجامش میدم. یعنی چند تا اول فروردینی میشناسن که همدانی سنگ از آسمون میومد، نمیاد فردا صبح خواستن برن اما لیواس برن. بله همین. برن برای که من یادمه اولین باری که می‌خواستم برم قله دماوند با دو تا دوستام قرار گذاشته بودم که بریم. 19 سالم بود و این دو تا زدن زیرش، گفتم ما نمیایم. گفتم من میرم، تنها میرم. اولین باری که رفتم تنها رفتم و اتفاقا هیچ کم تو کو نبود. اون زمان کوهنورد خیلی کم بود. بله. و اتفاقا 19 و 20 و 21 ما رمضونم بود، بنابراین حتی چوپونم تو کو نبود. و یادم که همین که شما میگین، گفتم من باید برم، میرم. رفتم. یه اول فروردینی دیگه از دوستای قدیم نازنین من بود. فکر کنید تو 29 اسفند تصمیم گرفت که بره شمال. بعد به من تلفن کرد، ماشینش هم یه ماشین رنو بود. رنو کوچولو، رنو 5. بعد این تصمیم گرفت، گفت تلفن کرد میای بریم. گفتم نه بابا من الان کار دارم، دنبال بهانه میگشتم. گفت من میرم. گفتم ببین شما الان این موقع شب بعد از ظهر بری، شب میرسی تو راه جاده فلان بهمان. یه شعر خیلی قشنگی بر من خوند. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. یا علی رفت و موفقم بود. از سفر بر ما بگین. ببینید چطور شد که فکر کردین که سفر یکی از کارهایی باشه که شما توش دنبال یه چیزی میگردین، توش دنبال زندگی میگردین؟ آیا من سفر رفتنم اتفاقی بود. من خیلی از چیزا تو زندگیم با اتفاق شروع شده، خیلی از قبل برنامه‌ای براش نداشتم یا به نیازی اون کارو نکردم. سال سوم راهنمایی بودم و خب با هزینه، یعنی 10-12 سال. بله، با توی دبیرستانی درس می‌خوندم که یکی از بهترین دبیرستان‌های تهران بود و با هزینه زیادی که پدرم درجه‌دار نیروی هوایی بود براش سنگین بود و منو تو مدرسه ثبت نام کرده بودن و باید خوب درس می‌خوندم. ولی اون سال من شیفته هواپیما و پرواز شده بودم. تمام وقتم به ساختن مدل هواپیما می‌گذشت و بالای مدرسه رفتن و پرت کردن پایین و پرواز این هواپیما رو نگاه کردم و خوب درس نخوندم. وقتی امتحانات سلس سوم دادم خودم میدونستم دست گل باب دادم. ریاضی و زبان حتما تجدید میرم و تو خونه ما تجدید اصلا معنی نداشتیم. برادر خواهرم درسشون خوب بود، خودم تا قبلش درسم بد نبود، خوب بود. به این نتیجه رسیدم که نمیتونم برگردم خونه. تجدید رو چیکارش کنم؟ یه روزی، یعنی همون روزی که قرار بود بریم نتایج رو بگیریم، دست کردم تو جیب بابام، تازم حقوق گرفته بود. مقداری پول برداشتم و قبل از اینکه برم نتیجه رو بگیرم رفتم یه دونه کیسه خواب و یه دونه چاقو، یه دونه تیر کمون خریدم. تیر کمون گفتم که خب میرم نتیجه رو میگیرم. میدونستم تجدید میرم و آورده بودم. رفتم دیدم بله اسمم جز تجدیدی هست. گفتم میرم تو کوه، میرم اصلا یه جایی برم، بعد میرم امتحان تجدیدی دادم، قبول شدم، برمیگردم خونه. 2 ماه. بله گفتم نمیکنم.
خلاصه کاسکوزری هم که خریدیم، یه ساکم داشتم. سوار مینیبوسای میگون شدم، رفتم میگونو. بعد از اونجا هم یه ماشین، یه مقدار نون خریدم و کنسرو و اینا گذاشتم توی چیزو. از اونجا راه افتادم به سمت شمشک و گفتم از این رشته کوه البرز رد میشم میرم شما. راه افتادیم و یه مقدار رفتم، یه غروب شد و یه جایی کنار یه راهی هم بودم، راه مال روی بود. گفتم همینجا شب میخوام. من روستایی داشتم برمیگشتم، اون موقع تابستون علف میچیدن میآوردن با الاغ و اینا، اونجا رد میشم. بچه‌م بودم تو اینجا چیکار می‌کنم؟ گفتم که منتظر که دوستانم میاد می چیزی بگیم که باور کنم. و بعد اینا رفتن، منم شب اونجا خوابیدم. فردا صبحش هم راه افتادم. برای اولین بار داشتم توی راه میرفتم. قبلش کوه رفته بودم، یه کوه همون میگون، یه قله به نام آبک، ولی حالا توی راه نرفتم. یعنی تو جاده راه مال رو، راه کوهی، راهی که الاغ توش راه میره یا مال راه. بله مال رو همون که فرمودین. و برام جذاب بود تو راه رفتن. یه موقع راه رفتم و یه موقع رفتم بالاتر و یه خودی که راه رفتم یه خود هیجانات تجدیدی اومد پایین‌تر و به خودم گفتم که خب ظاهرا خیلی راست، من با این ساعت کیسه خواب نمیرسم. گفتم خب برمیگردم میرم از توی جاده میرم دیزین و از دیزین میرم گچه سر، از اونجا ماشین سوار میشم میرم شما، پیادهش طلبم. بعد پیاده اومدم رفتم تا اینجاها که گفتم، بعدش هم نرفتم شما، برگشتم خونه. یعنی یه تلفن زدم به یکی از دوستانم، گفت برگرد پدر مادر دارن سکته میکنن. برگرد. من برگشتم. البته اولش گفتم آقا چه کاری بود تو کردی، حالا اب نره فدا سرت، حالا تجدید و اینا، ولی فرداش پدرم سوزوندن بیشین درس بخون که تجدید. ولی اولین سفر زندگی بود، اولین سفر تنهایی زندگی بود و لذت بخش بود. و این اصلا تو ساختن شما تاثیر داشت. ببینید همون یکی نه یکی حالا هر سالی، و شما تو 13-14 سالگی تصمیم گرفتین که برین و رفتین و شب که شد به هر حال روزه که آدم حس میکنه که در امنیت شبه که امنیتش میخواد و برگشتین و بعد تن دادین که اگر تنبیهی قراره. در واقع 2 روز راه رفتم، یه شب خوابیدم. خب بعد همون باعث میشه که شما هنوز تو این سن سال تصمیم میگیرین که کویر لوط رو سفر کنین بهش. چه حسی داشتین موقع که کویر لوط رو دیدین یا توش راه میرفتین؟ من خودم عاشق خاکم، یعنی اصلا من شهداد کرمانی که میرم فکر میکنم که اینجا میشه خدا رو پیدا کرد، توی لابلای این برش کوه و این ماسه هایی که جا به جا میشن. حستون از عبور کنار کویر لوط یا میان کویر لوط چی بود؟ بذارین پس براتون بگم که این هم یه سابقه ای داره. خب من بعد از اون ماجرا خب به کوهنوردی علاقه‌مند شدم، زیاد کوه میرفتم و برنامه‌های فقط قله نمیرفتم، برنامه‌های عبور از کوه میذاشتم. مثلا از جنوب به شمال البرز که از توی راه‌ها میرفتم. خیلی تو راه‌های تاریخی راه رفتن دوست داشتم، الانم خیلی برام مهمه. خب کویر رفتن منم باز یه داستانی داشته دیگه. من بعد از همون جریان اون شروع سفر رفتنام دیگه بعدن خیلی زیاد سفرهای طبیعت گردی میکردم. هیچ وقت عضو گروه کوهنوردی نبودم، یا تنها کوه میرفتم یا بعدن کم کم دوستانم، بعدم که ازدواج کردم و تو دانشگاه بودم بچهای دانشگاه با من، دوستانم می اومدن با خانومم، اونا میرفتیم سفر و کوه راه پیمایی با فامیل و اینا. ولی من خیلی دوست داشتم برم کویر. یه کتابی بود سازمان حفاظت محیط زیست داده بود بیرون به نام کویر مرکزی، پارک ملی کویر، و من این کتابو خونده بودم. گفتم میشه یه روز من برم تو این کویر و مثلا از گرمسار برم تا زواره، باید خیلی خوب باشه. ولی نه جرأتشو داشتم نه میدونستم چه شکلی باید رفت. تا یه روزی که میرفتم تبریز، من دانشگاه تبریز آزاد درس میدادم، یه دوست عزیزی داشتم که هنوزم دارم، آقای مهندس عرفایی. یه گفت ببین تو که اهل این کاری، من این کتاب دارم به درد تو میخوره. گفتم چی؟ گفت عبور از کویرهای ایران آلفونس گابریل، بهت میدم. دفعه بعد که اومد برام آورد. این کتاب انقدر شیرین نوشته شده، انقدر دقیقه، انقدر بی اغراقه که
به من جرأت داد که برم و از مسیر آلفونس گابریل شروع کردم. اولین برنامه‌مو گذاشتم از روستای کهک گرمسار به سمت همون زواره و گفتم که از جاده سنگفرش میرم. برنامه‌مو چیدم یا آلفونس گابریل، حالا البته دقیقاً این مسیر نرفت و آلفونس گابریل اومده بود رفته بود چی میگن، رفته بود از همین جاده سنگفرش اومده بود ولی رفته بود به سمت رشته 12 امام و دیرگچی رفته قم. بعد از اون ور باز برگشته بود اومده بود. جاده سنگفرش یعنی چی؟ یه جاده قدیمی دوره صفویه، سنگفرشه وسط کویر کشتن. خودش پدیده است که نشون میده چه مهندسی پیش رفته. توی باطلاقای کویر راه کشتن خیلی کار سخت چون فرو میره، ولی اینا به عمق 5 متر کنده بودن، سنگ چیده بودن، اومده بودن بالا و یه جاده کالسکرو درست کرده بودن اونجا. کالسکرو بود. بله بزرگه، الان هم مونده، آثارش هست، پلاش مونده، بخشایش و خود جاده بخشش مونده. فکر میکنم ثبت ملی هم شده. من اولین بار از اونجا اون برنامه رو گذاشتم و اومدم به کاروانسرای قصر بهرام با 4 تا دوست دیگه. اومدیم کاروانسرای قصر بهرام و کاروانسرای عین الرشید و انقدر کفشامون بد بود، انقدر نمیدونستیم باید چی رو فکر می‌کردیم مثلا تو کویر باید پوتین بامون کنیم چون مثلا ممکنه حشره پامونو بزنه. بعدم فهمیدیم که اصلا از حیوان اونجا کمتر پیدا میشه و بارمون مناسب نبود، آبمون که هیچی نمیدونستیم، همینجوری فقط رفته بودیم. ولی خب تو اون سفر خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. از کاروانسرای قصر بهرام رفتیم عین الرشید و رفتیم تا حوض قیلوقه، رامون رو کج کردیم به سمت مبارکی و برگشتیم. یه برنامه 3-4 روزه شد، خیلی هم خوب بود و تازه یاد گرفتیم تو کویر چجوری بریم و بعدش برنامه‌های دیگر رو گذاشتیم که از حوض قیلوقه رفتیم به سمت چشم آب سفید، از اونجا رفتیم کاروانسرای مرنجاب و رفتیم کاشان و بعد یه برنامه دیگه گذاشتیم از این بار از زواره رفتیم روستای جهان آباد، از اونجا دقه سرخ رو رد کردیم به قصد اشین. تو اون برنامه نتونستیم بریم اشین، دور زدیم برگشتیم به جایی به نام مهرآباد و بعد مهمترین برنامه‌مون رو اجرا کردیم، عبور ریگ جن. چیزی که آلفونس گابریل گفته و من نتونستم ازش رد شم و گفتم حالا ما باید آرزوی آلفونس گابریل رو تحقق باشیم. هیچ کویرنوردی هم رد نشد و البته اونجا اینجور نبود که هیچ انسان نرفته باشه. مردمون روستای چوپانان برای زغال میرفتن وسط اینجا و درخت تاق رو میشکوندن، زغال میکردن و برمیگشتن و چاهای موقتی میزدن. جالب این که توی کویرهای ماسه‌ای آب پیدا میشه اگه بکنیم، در حالی که توی کویرهای شوره‌زار نه، آب پیدا نمیشه، اگرم پیدا شه شور آبش. و ما گفتیم برای اولین بار سعی می‌کنیم عبور بکنیم. 5 نفر بودیم و رد شدیم. اون اولین کویرنوردی جدی بود. وقتی پا گذاشتیم توی چیزها، لوت نبود، اینجا ریگ جن وسط کویر مرکزی این طرف. وقتی گذاشتیم خیلی حس جذابی بود. حسش این بودش که جای پا گذاشتیم انگار هیچ آدمی پا نذاشته و انگار یه کره دیگه است و مناظری می‌دیدیم که تو زندگیمون ندیده بودیم. همین باعث نشد که راه بیفتین مرتب؟ همون این کشف ندیده ها، کشف حس نکرده ها، کشف اتفاقاتی که جسارت میخواد رفتنش، اصلا جایی شده شما برین بعد پشیمون شده باشین؟ تقریبا اکثر دفعایی که میریم وسطش پشیمون میشه ولی آخرش بعد میگه که تموم شد دیگه جایی نمیرم، دیگه پامون کویر نمیذاریم. بله، ولی بعدش که میرسیم به انتها میرسیم، به قول آلفونس گابریل افسون کویر ولمون نمیکنه و دوباره برنامه کویر بعدی رو فکر میکنیم. ریگ جن هم همین برنامه بود. بعد از اینکه رد شدیم و برنامه خوبی هم بود، 4 روز تقریبا مسافت 160 کیلومتر پیاده را رفتیم. میشه اینجا تقریبا اینجا ریگ جن میشه. عینکم بزنم. تو سفر که به عینک احتیاج ندارین که؟ اون زمان که اصلا احتیاج نداشتم ولی الان احتیاج دارم. اینجاست. این مسیری بودش که ما رد شدیم، یعنی اومدیم اینجا از تقریبا کاروانسرای شاه عباسی میشه، از یه جایی به نام باغوی شاهنشین شروع کردیم و این مسیر رو اومدیم. الان ریگ جن یه همچین چیزه، مثل یه چکمه مونه ریگ جن و ما از این قسمت وسطش رد شدیم اومدیم تا جندق.
این اولین بار. آقای پارسی میدونم که خیلی میخونین. آیا تو سفر هم یکی از کاراتون خوندنه؟ اصلا نمیشه کنم. اصلا تو سفر فقط باید سفر کرد و دید و تجربه کرد و مخصوصا سفرهای کویر نوردی یه وجه بیرونی داره، یه وجه درونی داره. چون تو خودتون راه میرین، چون پاتون تاول میزنه. چه جمله قشنگی، تو خودتون راه میرین. پاتون درد میگیره، تشنگی بهتون فشار میاره، ولی در عین حال این طبیعت یک نواخت که ساعت‌ها توش راه میرین هیچ چیش عوض نمیشه. اینجاست که انگار راه نمیری، انگار ساکن شدی و اینه که معنی این که تو خودت داری راه میری و جذابه. تجربه‌ای که باید رفت تا آدم این تجربه رو به دست بیاره و اینجا ارزش‌های آدم عوض میشه. خیلی چیزایی که شما تو زندگی معمولیتون براتون خیلی ارزشمنده اونجا پوچه و یه چیزایی خیلی پیش پا افتاده مثل بوی یه پوست پرتقال براتون جذاب‌ترین چیزی میتونه باشه که درکش بکنی. ما وقتی جیره میوه‌مون میشد و یه پرتقال مثلا 5 نفر بودیم 2 تا پرتقال بین خودمون تقسیم می‌کردیم، ولی اولی که پرتقال نمی‌خوردیم که اول پرتقال دست به دست می‌کردیم بو می‌کردیم و بوی بهشت، اصلا بوی نوروز میداد، بوی خنکی و اول یه دور بو می‌کردیم، بعد تازه پوست می‌کردیم و هر کسی 3-4 تا، بعد پوست پرتقالا رو کسی دور نمیره، پوست پرتقالا دستمون بود تا وقتی اصلا تو دستمون خشک بشه و اینا هر چند دقیقه بود یه پرتقال که اصلا نگاش نمی‌کنیم اونجا به مهمترین داستان زندگیتون تبدیل میشه. یه چیزایی که اصلا ارزش نداره، یه لیوان آبی که فقط 1/3 شما خط انداختین که فقط تا اونجا آب توش باشه، اون انقدر برای آدم جذاب میشه و اون 3-4 قلوب آب رو انقدر با تأنی میخورینش که هر ذره‌اش رو احساس کنیم، چون میدونیم تا یه ساعت دیگه آبی در کار نیست و هر وقت دلتون بخواد نمیتونین آب بخورید و تازه معلوم میشه آب چقدر ارزشمنده و مردمی که تو کویر زندگی میکردن چقدر آب براشون ارزشمند بوده و چقدر خوب قدر آب رو میدونن. به طبع باید قدر آب میدونستن و هیچ چیشو هدر نمیدادن. اینی که میگم یه سری چیزا عوضش اینی که چقدر بدهی داری، موقعیت شغلیتون چیه، این اصلا دیگه اهمیتی نداشت، چون که فقط با زندگی و جونتون طرف هستین. بنابراین تجربه حضور توی همچین راهی یه تجربه جذاب منحصر به فرده و هر بار که این مسیر رو سخت‌تر تجربه میکنین یه عرصه‌های جدیدتری رو طی میکنین. مثلا حالا شما میگین لوت، ما بعد از اینکه ریگجن رو رد کردیم جرأت کردیم که بریم لوت و برای خودمون گفتیم که آلفونس گابریل توی کتابش گفته بود که جغرافیدانان عرب لوت رو رد میکردن به عنوان یه مسیر کاروان رو و من نمیدونستم مسیر کجاست، خودش هم توضیح نداده بود. البته الان اگر بود و میدونستم که با مطالعات تاریخی میشه چه چیزهایی قبل از رفتن درک کرد، شاید میرفتم مطالعات مفصل تری میکردم، ولی ما اهل مطالعه کمتر بودیم و اهل میدون رفتن. این بودش که فقط نقشه رو گذاشتم جلوم و حدس زدم که احتمالاً از کشید میرفتن دهسر، که حدس غلطی بود و ما از کشید راه افتادیم رفتیم دهسر و از وسط کلوتا رد شدیم و اون برنامه بی‌نهایت دشواری بود. 6 روز برنامه بود که توی 3 روز اولش فقط 1/5 مسیر رو طی کردیم و در برابر این سوال قرار گرفتیم که آیا برگردیم بمونیم یا بریم، چون آبمون نصف آبمون رو مصرف کرده بودیم در حالی که 4/5 مسیر باقی مونده بود و ما باید با نیمه دوم آبمون 4/5 مسیر میرفتیم در حالی که نمی‌دونستیم مسیر چقدر سخته و تا اینجاش خیلی سخت و هوا خیلی گرم. آقای پارسی هیچ وقت شده که وسط یه همچه سفری فکر کنید که اشتباه کردم کاش نمی اومدم؟ آره میگم هر دفعه این فکر رو می‌کردیم. نه این که کاش که نیومده بودیم. حالا من اینو گسترش بدم به این که آیا سفرهای شهری هم براتون جذابه یا فقط چرا؟ من هر دو طرفم. سفرهای شهری مضمونش فرق می‌کنه. من معمارم و به معماری تاریخی ایران علاقه‌مندم و اصلا زندگی
زندگی من درک معماری گذشته است، چیزی که بی نهایت جذابه، ولی امروز کسی نمیدونه چه شکلی طراحی می‌کردن. یه عالمه کتاب نوشتن و این کتابا نمیگه چه شکلی طراحی می‌کردن. کتابای توصیفای شاعرانه است که وای چقدر قشنگه، چقدر عرفانیه، چقدر ماهه. ولی من به عنوان معمار باید خودم در موقعیت کسی قرار میدادم که بهش پروژه واگذار کردن 200 سال پیش و دستشو میذاره رو کاغذ و میخواد خط بشه. اصلا رو کاغذ خط میکشن، چیکار میکردن؟ اینا برای من مهم. و زندگی حرفه‌ای من همینه. 30 و چند ساله که دارم روی همین کار میکنم. آقای پارسی، خیلی هرس میخورین این روزا سفر میرین نه؟ از ساختمونایی که بیشتر از ساختمونایی که همه شیشه است. از ساختمونایی که من درد کشیدن در واقع. همین. من فکر میکنم که شما که این همه سفر میرین متوجه این که یزد معماری خودشو داره. بر اساس آب و خاک و طبیعت اونجا این معماری در عرض قرنها، در طول قرنها ساخته شده و هنوز هم جواب میده. هنوز اون بادگیرا جواب میده. کرمان معماری خودشو داره. از اون طرف هم رشت معماری خودشو باید داشته باشه. بعد وقتی همه چی در اختیار با شیشه و تیراهن اینا قرار میگیره، شما معمار بیشتر از همه مریض میشین. مثلا کسی که به معماری تاریخی علاقمند باشه، شیفته معماری باشه، خب طبیعتاً به قول شما یا هرس میخوره یا زجر میکشه یا به هر حال براش یه سری سوال پیش میاد باید چیکار کنه. خب به هر حال میشه فقط درد کشید، قصه خورد، میشه فقط گفتش که وای چقدر قدیم خوب بود الان بده. ولی من این کارو نمیکنم. نه. من تمام تلاشم مثل که ببینم الان باید چیکار کرد. و برای این کار زحمت کشیدم. موضوع صحبت ما نیست زبان معماری تاریخی، ولی این باعث شدش که من زیاد سفر برم و شهرهای تاریخی ایران رو برم. روی همین نقشم جاهایی که رفتم رو اینجوری نقطه گذاری کردم که ببینم کجاها رفتم و بعد یه مدتی هم متوجه نقاط سبز جاهایی که شهرهایی که رفتم بله. و دیدمشون و نقاط نارنجی شهرهای بزرگتر هستش. من البته وقتی اینا رو نقشه گذاشتم متوجه شدم که اصلا خیلی جا رو نرفتم. من سوال خیلی رفته ولی وقتی این نقطه رو میذاره متوجه میشه که خیلی هم نرفته. ولی اینجاها رو رفتم برای اینکه ببینم که این معماری چی بوده، چه شکلی تحول پیدا کرده و چه جوری بخش از فرهنگ ارزشمندی بوده که این معماری نماد اون فرهنگه و معماری که در جهان قابل افتخاره. نه در قابل افتخاره، اصلا باید بگم این معماری و این فرهنگ فخر بشریت. معماری که تو این سرزمین شکل گرفته یه استثنایی. شاید چون ما چهارراه بودیم، شاید چون محل تلاقی خیلی فرهنگا بودیم، شاید چون خیلی قدمت داریم، شاید اون مهاجرت اولیه انسان اولین بار از این سرزمین رد شده حدود 60-70 هزار سال پیش و حداقل ما مراکز تمدنی 5-6 هزار ساله رو یکی دوتا نداریم، اینجا زیاد داریم، 10,000 ساله، بله. 8,000 ساله. بنابراین یه همچین جایی که ما هستیم یه معماری استثنایی داره و ما یه وظیفه تو زندگیمون به عنوان معمار داریم، این معماری رو بشناسیمش و بر معماری کردن اون تأثیرش رو جستجو کنیم. آیا موفقین؟ تلاشم کردم، موفقیت‌های نسبی هم به دست آوردم. بله، یه روزی میخندیدن به من که درهای آقا دنیا عوض شده، معماری مدرنه، اینا مال گذشته است، ولش کن، قشنگه ولی تو ولش کن. ولی من ول نکردم و این مسیر رو رفتم. امروز یه عده مشتری منن، یه عده آدم هستن که میگن ما میخوام یه معماری داشته باشیم که بر اساس اون معماری باشه و یه سری نتایجش هم بد نبوده. این رو تئوریزش کردم، مطالبی رو در آوردم، مقاله‌ای رو نوشتم و درسش میدم این رو و نتایج بدی نداره. نه، این مسیر برای زندگی من. اما توی این مسیر بود که متوجه شدم تمدن بشر بر اساس سفر شکل می‌گیره. اگر راه نبود و سفر نبود تمدن شکل نمی‌گرفت. تمدن فقط با سکونت و کشاورزی شکل نمی‌گیره. تمدن با سفر کردن شکل گرفته. آورده داره تبادل تجربه. سفری که اجازه میده تبادل تجربه پیش بیاد. ولی سکونتگاه‌ها جمعیت‌های محدود بودن. وقتی جمعیت زیاد باشه تجربه زیاد میشه. سفر جمعیت‌های کوچیکو به هم وصل میکنه
و جمعیت بزرگی رو به وجود میاره و این جمعیت قادر تجربیات مفصلتری رو انجام بده. به همین دلیل است که الان که از مهمترین داستان‌های زندگی من مطالعه بر روی راه‌های تاریخی است و من و یکی از دوستانم که اون هم مسئله ذهنیش همین هست، باقی مونده عمرمون رو داریم میذاریم رو همین که راه چیه و راه‌های تاریخی ما چی بودن و چه شکلیه که راه پایه تمدنه. آقای پارسی، من نمیدونم آیا نوشتن هم هست توی برنامه‌هاتون؟ بله من می‌نویسم. من تعداد زیادی مقاله دارم. یک کتاب بیشتر ننوشتم، نقشه‌های تاریخی شهر تبریز. بعضی از این نوشته به صورت مقاله، داستان کوتاه اینا خب زیاد نوشتم. جای چاپ هم میشه؟ مثلا همین مقاله کبیر نوردیم 2 تاش تو مجله کوه چاپ شده. خب اینا ببینید خیلی اختصاصیه، شما باید اصلا یک انتشاراتی داشته باشین و باور کنید، برای اینکه این تجربیات شما و این جمله‌ای که سفر می‌دونین زندگی رو میسازه و سفر یک سفر به درونه، وقتی که فقط سفر به بیرون نیست، شما که در کویر تنها میمونی و نگاه میکنید به درون سفر میکنی. اینا رو باید بنویسین برای نسلی که بعد از شما و نسلی که الان فقط که سر کلاس بشینن حرف شما رو گوش بکنن، نه، شما همین حساتون هم باید بنویسین. مثلا خودم بازنشست کردم که این کارا رو بکنم. حتما، ولی شما هرگز بازنشسته نمیشین، همونطور که پا میشین میرین باید نگاه میکنین که این ساختمان اشکاله چه یا برجستگیش چیه. این یه وظیفه است، ببخشید من این حرفا میزنم، ولی برای نسل بعدی که معمار خواهد شد، نسل بعدی که شاید نرفته مثل شما بگرده و تمام اطلاعاتش تو این تلفنه، این شما یه وظیفه معلمی دارین، یه وظیفه جهانگردی دارین که همه این دانسته‌هاتون همراه با قصه هاش، برای اینکه این جذاب خوندنی بشه باید قصه هایی که براتون رخ داده رو قاطی بکنین که مثلا این سیاحت نامه شما در نسل ها بمونه. گفتم جایی رفتین که پشیمون شده باشین؟ نه اینکه میگین هر سفری من، نه کلا فکر کردین چرا این سفر اومدم؟ پشیمون شده؟ نه، هیچ وقت سفر منو پشیمون نکرده، هرگز. سفر همیشه خوبه، حتی به جای بد، به جای دردآور، به جایی که میری و مثلا من یه بار دیگه ریگجن رفتم، گفتم براتون، بار اول رفتم و فکر میکردم جای پا گذاشتم که بشر پا نذاشته یا ای گذاشته تجربهشو به کسی منتقل نکرده، ولی 6-7 سال پیش دوباره هم مسیر رفتم، انقدر رد چرخ ماشینای آفرود بود که اون مسیری که طی کردم زجر کشیدم و رفتم، ولی بازم افسوس نخوردم چرا این سفر رفتم، چون بازم اونجا هم لحظات استثنایی رو تجربه کردم، باز هم اونجا هم یه معانی رو که متکی بود به سفر قبلم دوباره جستجو کردم. نه، هیچ وقت سفر رفتنم پشیمون نشدم. آقای پارسی، کجا الان دلتون میخواد برن که نرفتین تا حالا؟ خیلی جا نرفتم. تقریبا همه جایی که نرفتم دوست دارم برم، در درجه اول کشور خودم، ولی کشور خودمون این مرزها مرزهای جعلی هستند. این مرزی نیستش که ما محدوده فرهنگی وسیع‌تری رو توش زندگی میکنیم و این محدوده فرهنگی آمیخته شده با فرهنگ‌های دیگر و مثل رنگ‌هایی که تو هم دویدن آروم آروم ما رو منتقل میکنن به یه فرهنگ دیگه. ما اگه رو به غرب بریم آروم آروم میریم به سمت فرهنگ شمال آفریقا یا آروم آروم میریم به سمت فرهنگ اروپایی، هلنی به قول معروف، یونانی. از این ور که میریم آروم آروم به فرهنگ هندی نزدیک میشیم و اینها شما وقتی میرین سیستان بلوچستان میتونید فرهنگ هندی رو ببینید به چشم، در حالی که ایرانی هنوز. از این ور میرین تبریز آروم آروم فرهنگ اونوری رو میتونید ببینید. میریم به سمت خوزستان فرهنگ عربی رو آروم آروم میبینید و وقتی میایم به مرکز ایران انگار این فرهنگ خورده خالص‌تره ولی هیچ جا فارغ از اون فرهنگ‌های اطراف نیست. بله. فقط وزنش خورده فرق میکنه. بنابراین مرز معنی نداره. اما دوست دارم توی این گستره در واقع آمیختگی فرهنگی که متکی به راهه، این آمیختگی با راه معنی پیدا کرده، با سفر معنی پیدا کرده، دوست دارم این سفرها رو تجربه کنم، پیاده رفتنها رو تجربه کنم و سفر پیاده‌اش ارزشمنده. سفر با ماشین ول کنید، سفر با ماشین آفرود و چیز ول کنید، یا پیاده دیگه خیلی بخوایم وسیله داشته باشین دوچرخه،
چون وقتی پیاده میرین فرصت دارین با محیط ارتباط برقرار کنین، فرصت دارین، ولی وقتی با ماشین میرین فرصتی ندارین، انقدر سریع. بدترین سفرم سفر با هواپیماست، چون اصلا سفر معنی نداره. شما وارد یه اتاقک میشین و از اتاقک خارج میشین یه جای دیگه، یه چیز دیگه با هوای دیگه، یعنی اصلا اون دیگه سفر نیستش، اون فقط انتقاله. آقای پارسی، راجع به یک سفر دیگه حرف بزنیم. سفر به خوندن. شما من میدونم خیلی اهل کتاب هستین. میخونم. بله. و راجع به خوندن، برای اینکه برای همه ما خوندن یه سفره. ما وارد تفکر یک آدم دیگه میشیم که یه زندگی رو بر ما تعریف میکنه. با این سفر چگونه ارتباط برقرار میکنید؟ خب همونجوری که خودتون گفتین، همین که میفرمایید، خوندن هر کتاب تجربه زندگیه که برای تجربه کردنش انگار داریم سفر میکنیم، تو این شکی نیستش. حالا بستگی داره، بعضی از داستانا طولانی، رمان خیلی طولانیه که اصلا آدم یه زندگی رو از ابتدا تا انتها تجربه میکنه و با خوندنش انگار 2 بار زندگی کرده. وقتی 5 تا کتاب میخونی انگار 5 بار زندگی کردی. بعضی وقتا داستان کوتاهه، آدم یه مسیر، یه برشی رو سفر میکنه، یه خاطره، اونم سفره. و تشبیه جالبی کردیم، من هیچ وقت از این زاویه نگاش نکردم که کتاب خوندن مثل سفره، و راست میگیم کتاب خوندن مثل سفره. جالبتر اون که نوشتن هم یه جور سفره و کتاب خوندن یه سفریه که سر تاش تا حدی معلومه، ولی نوشتن سفری که تاش معلوم نیست و نمیدونین دقیقاً کجا میرین. و همونجوری که سفر شما رو با خودش میبره و خود سفری که مهمه، نه مقصد. نوشتن هم شما رو میبره. اونم مسیری که آدم میره و با شما موافقم، کاملا موافقم که تشبیه جالبی کردیم. خوندن و نوشتن یه جور معادل سفر رفتن. توی خوندنتون اونطور که اخیراً چند بار با هم معاشرت کردیم فهمیدم خیلی با شعر مانوس هستین. بله. راجع به این با ما حرف بزنید. کدوم شاعر بیشتر میپسندین؟ چه نوع شعری رو میپسندین؟ خب من ادبیات رو دوست دارم. پدرم توی این قضیه خیلی نقش داشت. بابام شیفته شعر بود و الان بخش زیادی شعرهایی که حفظم شعرهایی که نخوندمشون، از دهن بابام حفظ شدم. اولین شعری که یاد گرفتم هم برادر بزرگم کلاس 3 بود یا 4 بود، داشت شعر موسی شبان حفظ میکرد. من 3-4 سالم بود اون موقع این شعر رو حفظ شدم و اولین شعر زندگیم بود و هنوزم که بهترین شعرهایی خیلی همیشه گاهی وقتا هیچ آدابی یا با ترتیبی وقتی که یه کسی رو ناخواسته میرنجونم و اون آدم بهم میگه که من رنجوندی، یاد حرف اون چوپان میفتم، گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. این دوباره این حس و هیچ وقت فکر نمی‌کردم این بیت همیشه تو زندگیم گاهگداری بیاد و هر بار عمیق‌تر جونمو بسوزونه. ولی به هر حال شعر تو زندگی من بوده و یه دوره‌های کمتر، ولی هرچی سنم رفته بالاتر شعر برام معنی بیشتری پیدا کرده. شاعر مورد علاقتون؟ من شیفته سعدیم، اگرچه خب با حافظ و اصلا میگم ما پر از شاعری، یکی دوتا نداریم. نه یکی دوتا نداریم، حتی شاعرایی که خیلی اسم ندارن، ولی مثلا یه دفعه شعر از امیر خسرو دهلوی میخونیم میگیم وای این عجب شعریه، و یا چه میدونم از فروغی بسطامی میخونین، از خیلی، از پروین اعتصامی، از شهریار، از سایه، از خیلیا. و این شعر تو سرزمین ما به یه مثل معماریش میمونه، منحصر به فرده. ما شاید اگر بخوایم توی بشریت سرمون رو بگیریم بالا بگیم ما مردم این سرزمین در پیشرفت بشریت، در غنی کردن مفهوم انسانیت نقش داشتیم، 2 تا نقش خوب پیش بردیم: معماری، ادبیات و مخصوصا ادبیات شعری. و واقعا من خب شاید شما بگید که چقدر زبون بلدی، نه خیلی زبون از بلد نیستم زبون دیگه، و شعرهایی که خوندم ترجمه اشعار بوده، ولی حس میکنم که این دیگه کماله. و حالا میگم هر شاعری واسه خودشه، ولی سعدی چون عاشقانه شعر گفته و زمینی شعر گفته، بنابراین درکش انگار مسیر اون شعر رو میتونی توش بری و درک کنی. اگرچه واقعا همیشه حافظم همیشه و اینها میتونیم
میتونیم خودتو تو اون شعر پیدا بکنی و شاید اون چیزی که از شعر برداشت میکنی اصلا منظور شاعر اون نبوده، ولی بنا به فراخور اون حالت پیدا میکنی. بر همین فال حافظ میگیرن، خودشونو تو فال حافظ میگردن پیدا کنن دیگه. به قول حافظ میگه من این سخن چنان نوشتم که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. بله ما معمولا، ولی سعدی رو دوست دارم. انگار آدم سنش که میره بالا عواطفش رقیق تر میشه، خب این و درک عاشقانش بیشتر میشه. آی پارسی، این کار رو برای آدمای بعدی سخت‌تر نمی‌کنه؟ شما الان سعدی میخونی، حافظ میخونی، انگار همه حرفای حالا رو دارن میزنن. خب این شاعر جوان امروز چی باید بگه که بتونه خودشو به سعدی برسونه؟ کار سخته باید برسونه. اول اینکه باید اعتقاد داشته باشه. وقتی میبینه سخته نگه اینو ولش کن میرم یه کار دیگه میکنم. باید مسیر رو بره جلو. مگه کسی که رکورد المپیک رو میزنه از مانع 6 متر خورده‌ای پرشه با نیزه میپره، من یه کار ساده یکی دیگه این رکورد رو بشکنه، ولی میتونه بگه ولش کن من دیگه اصلا پرشه با نیزه نمیکنم، میرم یه کار دیگه میکنم. یه دستن که بالاخره پرشه با نیزه میکنن و یه روز اون رکورد رو میشکنن. سعدی اوجه، ولی آیا از این اوج نمیشه گذشت؟ چرا در لحظاتی میشه گذشت. من فکر میکنم سعدی بی‌نظیره. سعدی ما رو ساخته. ما با زبون سعدی صحبت میکنیم، با تجربیات عاشقانه سعدی عواطف عاشقانه رو تجربه میکنیم و اصلا تمدن امروز ما رو سعدی ساخته شده، نظر من. ولی بالاخره سایرم داریم و شعری میگه در یه لحظه شما میگی نه هیچی از سعدی کم نداره. بله. در مجموع از سعدی کم داره، ولی لحظاتش از سعدی کم داره. خب به هر حال بگذاریم که غیر از سعدی مولانا داریم، حالا اونا که اسخاش هیوله های دیگه من با شما سعدی دوست دارین، درسته؟ و این به این معنی نیست که اونا کم دارن. خب من یه رابطه بین معماری ادبیات پیدا کردم، شما همون رابطه رو قبول دارین؟ اصلا من به نظر من دارم رو معماری به عنوان زبان کار میکنم، بنابراین خود اون دوره‌ای که دانشگاه درس می‌دادم من بچه‌ام گفتم نرین کتابای معماری بخونید، برید ادبیات بخونید. ادبیات بخونید معماریتون خوب میشه، چون معماری هم یک جور فرایند زبانیه که تو ذهنمون شکل میگیره و زبان ادبی، زبان گفتار پیچیده‌ترین شکل زبانه. معماری هم یه جور زبان نشانه‌ای دیگریه، ولی وقتی شما پیچیده ترین زبان رو درش تسلط پیدا کنین، سایر زبان ها رو هم بهتر درک میکنین. زبان معماری، زبان موسیقی، زبان غذا، زبان لباس، همین زبانه. و اگر کسی زبان گفتار رو مسلط نشه، تو اونا نمیتونه خیلی مسلط بشه. آقای پارسی، شما توی معماری مرمت میکنید جایی؟ هم معماری میکنم هم مرمت، هر دوش. خب الان یک تب خوبی توی جامعه رو افتاده توی تهران که خونه های قدیمی رو مرمت میکنن و تبدیل به جاهایی میکنن که عموم بتونن برن ببینن. رستوران درست میکنن، موزه درست میکنن، خرید و فروش وسایل. این موافقین با این نوع چیز؟ برای اینکه دست نمیزنن به اون ساختمون، تمیزش میکنن برای اینکه بشه استفاده کرد و بشه برای عموم باشه دیگه، از حالت خصوصی در میارنش. خب شما وارد این موضوعی شدین که اولا خیلی مهمه و شاید مقدمات خیلی زیادی بخواد و من توی مصاحبه‌ای که اینجوری بخوایم در ساعتی کوتاه با هم صحبت کنیم شاید نتونم همین چیز رو بگم، ولی خیلی ساده شما سوال کردین که موافقی. ببینید این کل این که بناهای تاریخی باید حفظ بشن، برای حفظ کردنشون احتیاج به انگیزه داریم، توش شک نیست. این اکثر این بناها در یک ساختار اجتماعی دیگری کار کرد داشتن. اکثرشون تو خانوار گسترده بودن که پدرسالاری بوده، خونه‌های اشرافی مخصوصا. عروس و داماد اونا اونجا زندگی میکردن. تا عروس که میرفت، داماد که میرفت، دخترشون میدادن میرفته، ولی عروس میآوردن. ولی 2 تا 3 تا 4 تا پسر اونجا زندگی و نواها. خب اون خونه ها امروز برای زندگی مسکونی کار سختی توش زندگی کردن، چون اصلا با یه سازوکار دیگه بود. ولی شاید گردشگری و یا موزه یا فعالیت‌های فرهنگی راهکار خوبی باشه برای این قضیه و به قول معروف موتور مرمته.
اما تیغ دو لبه، هم خوبه هم بده. اگر ما بیفتیم توی این وادی که ما اینها رو مرمت میکنیم برای اینکه پول در بیاریم، اون وقت این خطر هست که برای بیشتر پول در آوردن این بناها رو بزک کنیم، از واقعیتشون جداشون بکنیم، سعی کنیم خوشگل کاریشون بکنیم، سعی کنیم تغییراتی بدیم که بهتر بفروشیم و سعی کنیم ارزشاشون رو به کالا تبدیل کنیم و بفروشیم. این مسیر خطرناکه. اما این که ما فرض رو بر این بذاریم که این ارزش‌ها، این معانی نهفته در این بناها نیاز انسان امروزی است و اینها باید به انسان امروزی منتقل بشه و بنا به این نیاز مخاطبی رو به خودش جلب میکنه و برای برآوردن این نیاز هزینه دوام اون بنا رو میده. این درسته و این گاهی وقتا همیشه اینجور هست، ما دچار افراط و تفرید میشیم، گاهی وقتا از اون برای بوم میفتیم. یه دوره هایی میزدیم خراب میکردیم که آقا دوره این حرفا گذشته، ما باید مثل اروپایی ها زندگی کنیم، اینجا باید مثل سوئیس بشیم، مثل نیویورک بشیم، بسازیم ساختمان‌های مدرن، دورش گذشته، خیابون میخوایم، اتومبیل میخوایم، امکانات میخوایم، این خیابون‌های عریض رو بندازیم و بافتای تاریخیمون رو بشکافیم، بلوار درست کنیم، میدون درست کنیم. نه، یه دوره اونوری بودیم و بعد گاهی وقتا ممکنه اینوری بیفتیم بگیم وای گردشگری، ما باید بیفتیم، اینها چقدر عالی هم، پول، اقتصاد ایران، نفت و ولکن، فقط گردشگری رو بچسب، گردشگرای چشمابی رو ما باید بیاریم توی ایران، ما باید اینا بیان پول خرج کنن. اینا اونوری افتادن و گاهی وقتا تمام این ارزش‌ها رو به کالایی تبدیل میکنه برای فروش و مثل هر چیز دیگری، مثل هر ارزشی که، هر معنویتی که تنزل کنه به مادیت، هر کیفیتی که تنزل کنه به کمیت، میتونه تبدیل بشه به یک جریانی که نقض غرض میکنه و به ضد خوش باشه. کار ما این است که تعادل این وسط برقرار کنیم، نه اینها رو بگیم که نه اینها موزن، کسی دست توش نیاد فقط بیاد نگاش کنه، نه، اینا باید هزینه‌های خودشون رو در بیارن و همینجور جلوی آدمایی رو که همه چیز رو میخوان به پول تبدیل کنن بگیریم و بگیم نه، جون مادرتون بریم یه جای دیگه پول در بیاریم. اینا برای پولدار شدن نیست، اینها برای لذت بردن از زندگی. ولی در کل موافقن که این خونه ها رو تمیز میکنن و تبدیل به جایی میکنن که جوونا به خصوص بله باید بیان ببینن، چون اگه این خونه ها درش به روی مردم بسته بشه، خب پس مردم از کجا بدونن این فرهنگ چگونه بوده؟ بله. به شرطی جعل نکنیم، دروغ نگیم توش. اون وقت اون کسی که میاد فکر میکنه که داره میفهمه مردم چه شکلی زندگی میکردن، ولی اشتباه فکر میکنه، چون بهش دروغ گفتیم. مردم اینجوری زندگی نمی‌کردن. این تزیین اضافه رو گوشتیم اینجا. یه خونه یه طبقه متوسط در بافت اودلاجان چنین تزیینی رو نداشته و بعد دانشجوی معماری میاد اشتباه میکنه، فکر میکنه هم چیزی داشته. بعد دیگه بنابراین باید وفادار باشیم، مداخلمون حداقل باشه و ما این امکان فراهم کنیم که اگر اشتباهی کردیم آیندگان بتونن اشتباه ما رو برطرف کنن. چنان مداخله نکنیم که آیندگان عاجز بشن از پاک کردن اشتباهات. آقای پارسی، این سفرها چه خصلتی رو بیشتر در شما پرورونده؟ نمیدونم، باید دور و بریام بگن. نه خودتون. نمیدونم چه قصه. خب من مثلا توی کارم به تو خدمتتون، توی کارم یاد گرفتم که صبور باشم تا همه کارشونو بکنن تا نوبت من بشه. یه قرره نمیزنم آقا چرا معطلین، آقا چرا من، نه، این صبوری من که دلیل موفقیت منه، میشونم تا همه کارشونو بکنن. من فکر کنم مثلا سفر هم میرم، ای هاپوما چرا دیر کرد، چرا قطار اونطوری میاد، نه، صبوری میکنم برای که بالاخره هر کس کارش انجام میده. یعنی فکر نمی کنم من همه چی را میدانم، من خیلی وقتم مهمه، نه، من هم مثل یه آدم دیگه جامعه باید صبر کنم تا کارها انجام بشه بریم. این صبوری رو من در طول کارم، آدم عجولی بودم ولی در طول کارم یاد گرفتم که من باید صبر کنم نورپرداز کارشو بکنه، من باید صبر کنم میکروفون کارشو بکنه، اگر خراب بشه درستش بکنن. این صبوری من الان دلیل موفقیت منه. خیلی چقدر جالب که شما صبوری. من آدم عجولیم، سفر باید آدم ها صبور بکنه ولی رو من تاثیرش کم بوده. امیدوارم سن و پیری من رو صبور بکنه.
چون اصولا یه خود عجولم، زود هیجان زده میشم و آدمی که هیجان زده میشه صبر از دستش در میره دیگه. آدمی که هیجاناتش عواطف خیلی عاطفی میشه صبرش کم میشه. میگن صبر در دل عاشق چون آب در غربال. اگه آبو کسی تو غربال بتون نگه داره، صبرم تو دل عاشق برمیشه. آره ولی خوبه بعد صبور نبودن شما خوبی، ولی منظور من اینه که افسوس میخورم چرا سفر که باید منو صبور بکنی کم صبور کرد. اما چیزای دیگری رو سفر به من آمد. سفر من رو هدایت کرد که از دیدن به تجربه کردن برسم. ما امروز سفرامون خیلی دیدنه، اما فکر میکنم تجربه کردن چیز مهمتری از دیدنه. تجربه کردن دیدنم توش هست، اما عمیق‌تره. امروز دنیای مجازی، دنیای عکس گرفتن، دنیای استوری گذاشتن ما رو در دیدن متوقف میکنه، چون میخوایم بیشتر ببینیم. در واقع من اینجا صبورم، اصرار ندارم که بیشتر ببینم. قبلا اصرار داشتم، یه سفر میخواستم برم، گفتم خب حالا الان مسجد جامع اصفهان دیدیم، حالا بریم مسجد شاه رو ببینیم، از اینجا زودتر بریم مسجد حکیم هم ببینیم، تا شب نشده بریم مسجد سید هم ببینیم. الان دیگه این کار نمیکنم و یه مقدار از این نظر صبورتر شدم. سفر به من یاد داده که زیاد تصمیم نگیرم، زیاد برنامه نریزم، خودم رو بسپرم به زندگی و اجازه بدم که برام تصمیم بگیره و فقط سعی کنم تجربه‌گر خوبی باشم و در این مسیر که میرم بهترین کاری که از دستم برمیاد بکنم. شاید بهترین چیزی که سفر به من آموخته اینه. ادعای بزرگه، نمیگم 100% اینجورم، ولی متوجه شدم این چیز خوبیه و این رو تو خودم تقویت میکنم. آقای پارسی، خیلی نشست دلنشینی داشتم با شما. یعنی هم آموختم، هم اون سفره به درون اصلا منو یه لحظه اصلا منقلب کرد که آره آدم سفر که میریم به درونش هم سفر میکنه. خیلی جذاب بود نشستن و خیلی یاد گرفتم از شما و خیلی برای نه فقط برای خودم، برای برنامه فکر میکنم که خیلی شما خیلی خوب صحبت کردید. نه اختیار دارین و اگر فکر میکنید که چیزی من نپرسیدم شما باید بگین، در خدمت شما. نمیدونم چی باید بگم. اولا خیلی ممنونم، خیلی خوشبختم که در حضور آدم توانا با تجربه مثل شما هستم و سالهای شما باعث میشه که آدم به یه چیزایی فکر بکنه شاید در اون اساسا تا قبلش فکر نکرد و وقتی در جا فکر میکنین اون چکیده احساستون رو به ذهنتون میرسه. در حالی که فرصت داشتین فکر بکنین به خیلی چیزای دیگه هم فکر میکنین. بنابراین گاهی وقتا سوال خوب باعث میشه که آدم در لحظه جواب خوبی رو بده که خودش هم خوشحال بشه. ممنونم ازتون سوال خوب. که من چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، فقط فکر میکنم که بهتر از بندهای زندگی که دنیای سرمایه داری، دنیایی که همه چی رو کالا میکنه، یه جوری در بریم و یه راهش همین سفر کردن، یه راهش سفر کردن بی برنامه است، پرسه زدنه. یه راهش این هستش که اجازه بدیم که زندگی ما رو با خودش ببره و اجازه بدیم که آدمای مختلف وارد زندگیمون بشن و انتخاب نکنیم آدما رو. و بعد از اینکه آدما وارد زندگیمون شدن، اون وقت بخشای خوب اون آدما رو باشون ارتباط برقرار بکنیم و مفهوم سفر رو توی همه ابعاد زندگی، همونجوری شما گفتین تو کتاب خوندنم یه جور سفر کردن، دوستی کردنم سفره، عواطف هم یه جور سفر کردن. آره سفر چیز مهمه. من یک پیشنهاد سفری دارم، دلم خواست که شما هم تایید بفرمایید اگر قبول دارین. اینکه عجله نکنیم
برای سفر رفتنمون تصمیم بگیریم. اینکه تا تعطیل شدیم سر ماشین کج کنیم طرف جاده هراز و بعد 8 ساعت تو ترافیک بمونیم، بعد خسته بریم خسته برگردیم. مملکت ما پر از جاهای دیدنیه. کوکیلو بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، پر از جاهای دیدنیه که میتونیم این 8 ساعت رو این ور بریم و جاهای جدید پیدا کنیم. بچه هامون با گوشه کنار مملکتمون آشنا بشن و فقط فکر نکنیم تو سر تعطیلیم یه شمال بریم برگردیم و خسته تر بریم از رفتن برگردیم. من این پیشنهاد رو دارم. بله. و فقط نریم ببینیم، بریم با مردمون. فقط جای دیدنی نیست، آدمای خوب هستن که وقتی شما میرین جاهای مختلف این آدمای خوب میبینید و سفری پرباری که وقتی برمیگردین با دوستی برگردین، با دوستی که اگر تا آخر عمرتون هم ادامه پیدا نکنه برای مدت قابل قبولی ادامه. گفتم مثل یک کتاب رو یه مدت میخونی میبندی میذاری کنار، اون سفرهایی با مدت فقط میتونه اون یک کتاب باشه. و وقتی با یه آدم ارتباط برقرار میکنی اون وقت تازه میتونیم با تجربیات اون مردمون توی اونجا تازه ارتباط دارن. ولی توی سفر 3-4 روزه چی گیر آدم میاد؟ تصویر میاد از جلوی آدم رد میشه. ولی دوستی، مصاحبت و زبان، ادبیات بخشش کتابه، بخشش هم گفتگوهایی که ما با هم میکنیم که اگه توی این قضیه مسلط بشیم بهتر میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. اون وقت سفرمون عمیق میشه، اون وقت از دیدن به تجربه کردن میرسیم. امیدوارم که تو روبروی این برنامه بهتون خوش گذشته باشه. به من که خیلی خوش گذشت.